آدمایی هن که توی همین جهانی هن که تو هستی پانکن همشون؟ من که پانک نیستم، من واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، ولی تو این یه زندگی اکسپریمنتالیه واسه من اینجوری. به صورت پایرت بودم من، نه پاسپورتی داشتم نه چیزی. جدی میگی؟ واقعا. و زیادم چنگ و دل نمیزدم واسه به دست آوردن پاسپورت. واقعا پاسپورت واسه من الان که بهش فکر می‌کنم یه بوردر بود، یه مرز بود واسه من پاسپورت. درست نمیتونم مرزهای دیگه رو برم، ولی تو خودم مرزه. باریکلا. یعنی الان هم پاسپورت نداری هنوز؟ نه؟ الان هم ندارم. نه. یعنی چی؟ یعنی چی نداری؟ یعنی تو هیچ کارتی نداری؟ نه. بس برای همین هم بود بانک نداشتی اون روز بهت گفتم پول برات بزنم. آره آجی، من از سیستم خوشم نمیاد. یکم از سیستم برام بگو. سیستم یعنی چی؟ سیستم یعنی که روح تو بفروشی. یعنی که بری تو بازی دیگه، مجبور بشی واسه یه عده کار بکنی که اونا پولدارتر بشن، تو فقط زندگیت بگذره. سبک زندگی که داری میشه گفت خیلی تو حال زندگی میکنی، درسته؟ درسته. یه شب تا صبح چطوری میگذره جلیل؟ یه شب تا صبح معمولا با کلی افکار واقعا به دنبال یه رویایی هم من همیشه که شب تا صبح بهش فکر میکنم. چه جالب. رویای آزادی. آزادی ایران یا آزادی جهان؟ آزادی خودم از درون. آفرین. آزادی خودم. بعد از این معمولا سعی میکنم که با مدیتیشن بخوابم. یکم اینو برام تعریف خیلی میکنی؟ غرق این داستان میشم بعضی وقتا. مشکل خواب داری یعنی؟ مشکل خواب ندارم، نه با مدیتیشن درستش میکنم. واقعا مشکل خواب کافی فقط اون تمرکز پیدا کنی، فکر نکنی. وقتی فکر نکنی میخوابی. واقعا تو وقتی فکر نکنی، هیچ فکر نکنی میخوابی. و لازم به این که فکر نکنی یه نقطه در نظر بگیری که فکر نکنی. آفرین. مثلا وسط چشمات میبینی، وسط چیزاتو نگاه میکنی، پلکاتو، بدونی که به دنیای بیرون فکر بکنی. تمام افکارت فقط میاری رو اون نقطه وسطیه. برای من هم اینطوری شده. بعد برای من احساس میکنم مثل تلویزیون میشه چشمام، شروع میکنه بهم تصویر دادن، بعد چشمام میلرزه توشه. تا 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 تا. اون تصویری که ناخودآگاه میاد تو ذهنت، اونو باید ادامه بدی. اونو باید ادامه بدم؟ اون تصویر خودت باید ادامه بدی، نه اینکه خودت از فکر خودت رندوم بیاری بهش اضافه بکنی. نه، اون تصویری که میاد تو فکرت باید ادامه بدی. جالب. حرف خیلی سنگینی زدی ها. آره. چون من واقعا این مشکل دارم. اونو که ادامه بدی یهویی میبینی، ببخشید تو کلامت، یهویی میبینی کلا سر شدی، رفتی تو خواب. آره، من مشکلم اینه که هی میام برمیگردم. یعنی هی یه نقطه‌ای توی فکرم هست که هی میاد میگه هی کجایی، چرا داری این فکر رو میکنی؟ آره، من معمولا یه مکان آرام همیشه تو ذهنم در نظر میگیرم. مثلا یه مکانی که تو زندگیم همیشه بهم آرامش میده، اون مکان تجسم میکنم تو ذهنم. بعد هر وقت که مثلا میپره دوباره اون مکان میارم تو ذهنم و به این سیاهی وسط چشمام نگاه میکنم. چه اتاق باحالیه. واو، نمیخوره بهت انقدر ترتمیز باشی. آره، اونم تازه سرزده یه دفعه اومدیم تو. واقعا خیلی بهم دست اتاقم از دیدگاه خودم. جالبه. این هم بند وسط تتوه دیگه، درسته؟ آره، اینم بند وسط تتوه. این دید.
این عشق منه تا همیشه. دوست دخترت بوده؟ این عشق منه تا همیشه. این واقعا این دختر تو قلب من عشق رو دوباره چیز کرد. الان هنوز باهاش یا ازش؟ آره ولی کلا با هم که نباشیم خب، ولی این عشق تو قلب من دوباره چیز کرد. بارکل روشن کرد. روشن کرد خدایی. حتی اگر هم با هم نباشیم ولی تا ابد همیشه عشق من. امیدوارم این ویدیو رو ببینم. آره. خیلی جالبه. دلیلی که از خودت میگی و کاری که قرار من و تو با هم دیگه بکنیم، ما قراره یه سری ویدیوها برای بچهای ایران یا شاید کشورهای دیگه درست کنیم با زیرنویس که ممکنه براشون جالب باشه، بیان توی یک جهانی که واقعا اونو فقط توی فیلم ها فقط دیدن. میدونی این جهانی که تو الان داری توی زندگی میکنی، من که بچه بودم داشتم توی فیلم های آمریکایی و اروپایی مثلا یه چیزایی ازش میدیدم، میگفتم اینا کیان، چی کار دارم میکنن، داستانشون چیه. بعد یکم ترسناکم هستن آدمایی مثل شما. آره دقیقا منم کل انگیزم واسه همینه، چون از بیرون این داستان واسه خیلی ترسناکه. خیلی من تو خیابون میبینم میترسن ازم خب واقعا میفهمم. بعد من تو این وقتی میبینم میترسن سعی میکنم باشون صحبت کنم و تو این صحبت کردن بعد دوباره چیز میشه، نظرشون عوض میشه. ولی دوست دارم مثلا یه چیزی ساخته بشه، یه ویدیویی چیزی ساخته بشه از تمام کسایی که تو این داستانن و مثلا تو خیابون میرن مردم ازشون میترسن، ما بریم یکی آره اونا رو خفناشون رو پیدا کنیم، نشون بدیم آقا این داستانی که شما از بیرون میبینید واقعا اینجوری ترسناک و چیز نیست. آره فکراشون مثلا چیه. اگر میبینی یه نفر اومده صورتش کلا چیز زده، تتو زده و سیاه کرده، دلیل بر این نیست که من آدم خطرناکیم. شاید اصلا این آدم مهربونی باشه که از این قیافه قبلی سوء استفاده میشده. شاید اصلا داستانهای دیگه پشت این خوابیده ولی ترجیح داده که اون صورت سیاه کنه. من چند روز پیش با تو اومدم یه پارتی که اون پارتی که ما با هم رفتیم شد دلیل ویدیوی امروز. اگه یاد باشه یه سری آدم ها اونجا بودن که واقعا من ندیده بودم تو زندگیم. مثلا چشماشون رو سیاه کرده بودن. آره. تو گوشت بدنشون بچه استخون گذاشته بودم، نمیدونم چی بود اصلا داستان. سیلیکون. حالا یکم میتونی در مورد اینا توضیح بدی چرا این کارو میکنن یا مثلا هزینه هاش چه جوریه اینا؟ من مثلا تو میری بیمارستان این کارو میکنی خودش؟ نه بیمارستان نیست، معمولا شخصیه، ولی یه سری از کسای معمولا تحت آرتیستا دیگه سعی میکنن این چیزها رو هم یاد بگیرن که و این کارا رو هم که میکنن دلیلی برای این نیست که مثلا بگن ما میخوایم چیز کنیم. حالا از نظر خودم میگم هر کسی مثلا میخواد یه دردی داشته باشه، یه درد درونی داشته باشه، احساس بکنه، هر کس به طریقی. یه نفر چشماش سیاه میکنه، یه نفر زبونش دو نصف میکنه، یه نفر. ولی اینا اکثرا بی خدان یا خدا پرستن؟ خدا فکر نکنم خدا این وسط باشه. نه. تو خودت چی عقیده به خدا داری یا نداری؟ من خدا نه. دلیل زندگی رو تو چی میبینی؟ چرا ما داریم زندگی میکنیم؟ هدف از آفرینش به نظر تو چیه؟ سوال خیلی خوبیه. چون آدمای مثل شما دنیای خودشونو دارن، فکرای خودشونو دارن دیگه. آره دیگه. میگم چیه نظرتون؟ نمیدونم، من خودم به شخصه به این چیزم اعتقاد دارم که لول بعدی هست. آره. حالا نمیدونم چی ولی میدونم که پایانی وجود نداره. حالا اگر برای تو یک لول بعدی هست، یک جهان بعدی هست، توی این جهان ما باید کار خاصی رو انجام بدیم که به اون جهانی که تو فکر میکنی برسیم. 100% تو هر لولی که میخوای باید زمینه رو از لول قبلی فراهم بکنی واسه لول بعدی. اوکی. الان ما باید زمینه رو واسه لول بعدی فراهم بکنیم. حالا نمیخواد زیاد بریم مثلا مذهبی بشیم و چیز بشیم و همین که انسانیتون رو رعایت بکنیم، همین که
تو تتو آرتیست هم هستی درسته؟ آره. حتما یه سری ویدیوها هم از کارهای تتو میگیریم و این هم میز کار. آره آره. اوه این شابلوناته. این بردارم از اینجا واسه دوستان. یه طرح خیلی بزرگی واسه یک حساب میخوام بدم چند روز دیگه. تتوه خیلی خفن. قیمت تتو چند سوال ما؟ چجوری میزنی تو؟ مد پنس فرق میکنه، یعنی که این میشه پشت طرف. آره واو. از اینجاش میاد تا اینجا، از اون بالا میاد تا از اینجا میاد تا اینجا. آره. برای این چقدر میگیری؟ برای من ساعتی میگیرم، ساعتی 100 یورو، چون دوستمه. اصلا من واسم زیاد مهم نیست پول تتو، چون تتو واسه من یه آرته، میدونی. و بیشتر مشتریام هم کلا من اصلا بهشون نمیگم چقدر بدید، خودشون پول میدن. آفرین. هم باز برمیگرده بحث اعتماد و اینجور چیزا. وقتی نفر میاد به من اعتماد میکنه، زیر دستم میشینه، چیز میکنه، تتو میزنه. ساعتی 100 یورو خوبم میگیری، کم نمیگیری. درسته؟ آره ولی خیلی هستن که بیشتر میگیرن. آره. ولی داری خوب باشون طی میکنی. من معمولا سعی میکنم که همه چیز رو امتحان کنم، حالا تتو، موزیک، هر چیزی که بشه سعی میکنم امتحانش بکنم. حالا تو هیچ کدومش هم چیز نیستم، پروفشنال نشدم ها، ولی عشق خاصی بهم میده که همه چی امتحان کنم. خیلی باحاله. از پانک ها بهمون یکم بگو بیشتر، یعنی از این جاهایی که قرار بریم یکم برام تعریف کن. اینجا رو کمی آدمایی هستن که گفتم که دیگه باید بریم اونجا با اونا هم صحبت بکنیم. بهم یکم از فضاش میگی که بچه‌ها بدونن قراره مثلا کجا بریم، یعنی منتظر ویدیوی بعدی بمونن، چه جذابیتی براشون داره، کجاست هدف بعدیمون، کجا میخوایم با هم دیگه بریم یه چند تا دور بزنیم. یه کلوپ خاصی هست؟ کلوپ خاص که زیاد است، برلین پر این کلوپ است. آره ولی یه سری کلوپ. هلو. Hi, good morning. هلو گود مورنینگ. یه سری کلوپ خاص هست، الان من اسمشون یادم نمیاد، ولی میتونیم بعداً اسمشون در بیاریم، بعد با دوربینمون بریم اونجا. بعد توی این کلوپ ها دقیقا همشون آدمایی هن که توی همین جهانی هن که تو هستی، پانک هن همشون؟ من که پانک نیستم، من واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، ولی تو این یه زندگی اکسپریمنتالی واسه من اینجوری. توی این 9 سالی که به تو آلمان بودی دیگه، درسته؟ آره. پاسپورت هم نداشتی، کارت هم نداشتی، هیچی نداشتی. یه سال قبلش هم ایتالیا بودم، بعد اونجا هم نداشتم هیچ مدارکی. اینجا هم زندان هم رفتی درسته؟ اینجا آره. چند وقت زندان بودی؟ 4 ماه. فکر می‌کنم سر اون فستیوال چیز بود، فیوژن بود درسته؟ آره. میگی یکم از اون فکر می‌کنم جذاب باشه برای همه. آره دیگه، اینم یه دوره‌ای است که هر کسی میگذرونه. مثلا ماهایی که نمیخوایم تو این داستانا باشیم، تو این سیستم باشیم، تو رئیس داشته باشیم بالا سرمون و اینا، معمولا یه سری اتفاقات اینجوری واسمون میفته که مثلا از راهمون بکشیم بیرون، یا مثلا برگردیم تو همون سیستم قبلی که رئیس و ارباب اینجور چیزا بخوایم. نه، از داستان فیوژن برامون بگو، چی شد، چی ازت گرفتن، چی شد که 4 ماه زندان بودی، زندانای اینجا چجوری بود؟ زندان اینجا زندان دیگه، وقتی اسمش میذارن زندان، واقعا زندانه. حالا فرق نمیکنه با یه نفر باشی یا مثلا با 20 نفر با 20 نفر باشی که مشکلات خاص خودش داره توی اتاق، مثلا با چند نفر باشی، یه نفرم باشی که تنهایی، فقط یه در و دیوار دور و برته. چجوری بود مال تو؟ مال من تنها بودم و
پنجره هم نداشتم تا 2 ماه پنجره هم اول. نداشتی؟ واو. اینجا که نمیزنن نه؟ نه نمیزنن، ولی زدن نمیخواد. همون که تو زندانی اصلا زدن نمیخواد دیگه. چقدر جریمت کردن؟ جریمه پول 3 تا دادگاه دادم که واسم برگزار کردن. نه بابا. آره. و جریمه اصلی خودم تاوان زندگی می دادم. 4 ماه. آره 4 ماه داخل بودم. وقتی اومدم بیرون هیچ وسیله‌ای تو خونم نبود. تمام وسایل خونم رو دزدیدن. شوخی میکنی؟ خدا تمام. کلی ساز داشتم، کلی کتاب داشتم، کلی لباس داشتم. خونه تنهایی زندگی میکردی؟ نه، خونه که از دوستان بودم. اونم مشکل دار بود دیگه. بعد وقتی برگشتم دیدم هیچی نیست. خودم بودم و لباسایی که تنم بودن با چادر و وسایل کمپی که میخواستم برم فستیوال. تازه باز میخواست بری فستیوال بعد از نه، اون. اونا بام بودن تو زندان دیگه. فقط اونا رو داشتم. بعد از دانشگاه اومدم بیرون زندان. اومدم با همون چادره چیز کردم. چادر زدم. دوباره یه چند روز تا دوباره رفتم یه جامعه خانه پیدا کردم. خیلی باحالی تو. برنجه؟ این برنج آره. چرا برنج؟ جالب نیده بودم تو. این چی؟ این یه واسه دوستان. نه اینا. اینا گوشوارا خودم. جالبه. آره. اینا رو خودم اکسپریمنتال درست کردم. خیلی اتاق باحالیه. تو این خونه 4 نفر دارین زندگی میکنن. به این خونه ها میگن خونه های وگه. تو این 9 سال که آلمان بودی از ایران آزادتر زندگی کردی؟ یعنی اگه عکس 9 سال پیش تا الان من بذارم اینجا میتونم بشناسمت؟ چقدر شبیه امروزت بودی؟ خیلی کم، ولی میتونستی مثلا تشخیص بدی که مثلا رو به این سمت داره میره. چیز داشتی؟ تتویی چیز داشتی اون موقع؟ تتو داشتم آره. من واقعا یه تتو داشتم رو دستم اینجا. بعد به زبان هندی سانسکریت زده بود آزاد. خب بعد واقعا تو این مدتی که این تتو رو داشتم زده بودم آزاد، هیچ حس آزادی من نداشتم. فرق نمیکرد کجای دنیا باشم، اینجا باشم، ایران باشم، هیچ حس آزادی نبود. بعد فهمیدم که اصلا آزادی و دموکراسی و خیلی متنفری. آره واقعا. پر خب حقم داری، نه پاسپورت داری نه یک بانک داری. بعد چجوری دیپورتت نکردن از زندان اومدی بیرون؟ دوست دارن دیپورت کنن ولی خب یه سری قوانین هم هست که نمیتونن. تو رو بخوان دیپورت کنن فکر کنم تا همون فرودگاه ایران میبرنت به سمت سکوی اعدام. این تتو، این قیافه، این گوشواره، این سیستم اصلا فکر کنم رات ندن تو فرودگاه ایران. این مشخصه که از واسه هر مذهبی مشخصه که آقا این از مذهب اومده بیرون و اون ور مذهب وایساده. آره بابا. آره. اصلا تو ایران جرمه تتو احساس میکنم، من فکر میکنم. حالا اینا معنی هم داره؟ خوشحال. آره. این دنیا دیگه رو چیز خودم طراحی کردم. اگه بخوای نگاه کنی این بر میگرده به تخت جمشید خودمون. واو. که انگار از آسمون اومده ساخته شده. It's cool. آره. چند سال جلیل آلمانی؟ من 9 سال آلمانم. دستشویی و خودم چیزش کردم، اینجور چیزا رو زدم توش. حداقل از اون حالت چیزم در بیاد. این ویده همه جا هست. او اینجا هم هست.
من انسانیت میبینم. هر جایی که یه نفر با هم دیگه حال بکنیم و رفاقت بکنیم و انرژیمون به هم دیگه بخوره، سعی میکنیم ارتباط برقرار بکنیم. مهم نیست اسرائیلی باشه، فلسطینی باشه. انسانیت. آره دیگه. این چیزی که خلاف میل سیستمه. حالا فرق نمیکنه چه ایران توی چه اینجا. خیلی جالبه. ما قراره بچه‌ها یه سری ویدیوها بسازیم براتون توی برلین آلمان که فکر میکنم هیچکی هنوز این کارو شروع نکرده و یه دنیایی رو قرار بهتون نشون بدیم که اینه. منتظرش باشین. میریم چیزی بخوریم بعد برگردیم دوره رو داستان تتو اینجور چیزا. آره. اینجا این محله رو یکم تعریف میکنه. اینجا کجاست؟ اینجا کتبوساتوره، قلب برلین. قلب برلین. قلب برلین یعنی اینکه